قسمت اومدیم وصل شدن توی بوندسلیگا آموزشمون خیلی راحت. فقط میریم توی شبکه با دوستان و جای افراد نزدیک با این سیم تا بیاد. چجوری کنم وصل شیم؟ خب یکی وای فای رو روشن میکنه و به نقطه اتصال کانون داغ گوشی یا موبایل طرف دیگه وصل میشه. مثلا 4-5 نفر میان وای فایشون رو روشن میکنن به یک کانون داغ وصل میشه. خب حالا چه شکلیه؟ اونایی که وای فای روشن کردن اینا تو قسمت شبکه با دوستان و اون کسی که بخش کانون داغ روشن کرده میره زمین انتخاب میکنه. یک زمین مثلا انتخاب میکنه توش رو بقیه مسئله شبکه با دوستان افراد نزدیک تا اسم طرف